خسته نباش. قربان. جناب من راستش خیلی گرسنمه، بعد مدارکم هم گم کردم. اگه میشه یه غذا چیز برای من سفارش بدی. ولی به شخصیتتون که نمیاد که دروغ بگی. تشریف بیارید تا یه غذایی که با هم بخوریم. ولی این حجمش برای خودتونم کمه. میشه برای من یه پیتزا بزرگ سفارش بدی. شما بفهم بشینید، من هرچی دوست داشته باشی براتون سفارش ممنون. بدم. آقا شما زحمت کشیدین، دمتون گرم. پیتزا رو برام مرسی، دمت گرم. شما شغلتون چیه؟ چه کار میکنید؟ مثلا بزرگت منم اومدم اینجا برای آگهی استخدام برای پیش موتوری. دیگه حالا گفتش که مدیریت نیستش، یا گفتم ناهارم نخورده بودم. درست. دیگه گفتم بشینم تا ناهار میخورم بیارنشون. دوست عزیز راستش بخوای مدیریت خودم هستم، شما مقابل دوری مخفی هستین. اتفاقا دنبال آدمای چشم و دلسی رو با معرفت مثل خودتم. میتونید کارتون از امروز هم شروع کنید. دستتون در نکنه. یه دستم برای دوربینون تکون بدین. هنوزم انسانای خوب مثل ایشون وجود دارن.